شما توی این اسلاید در واقع یک تصویر جهانی و هولوگرافیک رو از تمامی کاربری‌ها یا فانکشن‌هایی که به اعضای سلسله پیشدادیان که در قالب این 7 نفر کدگذاری شدن رو می‌بینین. شما 7 تا بردار می‌بینین که مثل تابع هستن سمت چپ و من کاربری‌های این افراد رو جلوشون گذاشتم. ولی چرا در قالب بردار نشونشون میدم؟ چون محور X زمان رخ داده کاربری های Y رو در خودش نشون میده. دقت کنین X تابعی از Y نیست بلکه کاربری از Y. حین حرکت خطی شکارچی گردآورنده ها در زمان، وقایعی که اونها در جغرافیاهای متعدد از سر گذروندن در محور X نشانه گذاری میشن و جغرافیای رخدادشون رخداد اون وقایع توی محور Y نشون داده میشن. یعنی ممکنه مثلا شما 3 تا دونه رخداد که من در قالب جمع به عنوان جمع ازشون یاد میکنم، جمع 1 و 2 و 3 به عنوان X های متعدد ممکنه در یک زمان رخ داده باشن که میشن یه نقطه روی محور X و یا در توالی همدیگه یکی پس از دیگری در محور زمان رخ داده باشن که میشن 3 نقطه روی محور X و در این حال ممکنه مربوط به یک جغرافیا یعنی مربوط به یک نقطه در محور Y بشن و یا در چند جغرافیای متفاوت یا مجاور رخ دادن اون فانکشن ها، یعنی مربوط به چند نقطه متفاوت در محور Y باشن. پس محور X زمان رخ داده وقایع و محور Y جغرافیای رخ دادشون و تمام اینا به ما یک بردار خیلی تمیز و دقیق و جهانی رو میدن که قابل ارزیابی و راست آزماییه. من خیلی دقیق و در جزئیات توی اولین ارائه از سری جمشید به اسم واکاوی جمشید در زمان و مکان متدولوژی خودم رو به تفصیل توضیح دادم و قبلا هم توضیح دادم که ابر الگوریتم پیشدادیان از یک تناوب بین گرما سرما تبعیت میکنه و یکی دیگه این که تعداد کاربری های این اعضای سلسله پیشدادیان در کیومرث و سیامک حدوداً 5-6 تاست. در مورد 2 تا فرد عجیب یعنی مشی و فرواک که میشه شماره 2 و شماره 4 1-2 تا دونه فانکشن کلیدی دارن و یکو با هوشنگ و طهمورث میشن حدوداً 10 تا و باز هم با جمشید به عنوان آخرین شکارچی گردآورنده دوباره 2 برابر شده و به حدود 20 تا فانکشن میرسه. یعنی 5-10-20 ما داریم فانکشن. حالا توی دوران کیومرث شما شاهد یک دنیایی هستین که هاره‌ای شده مثل جنگل‌های کنگو. بعد دیهیم یا تاج میذارن بر سرشون که باید ببینیم منشأ این تاج پر بوده یا تاج فلزی بوده. اینا پلنگین پوش شدن، یعنی در واقع پوست رو دباغی کردن برای بار اول در تاریخ. بعد شاهد تعظیم حیوانات به جلوی اونها هستیم، شاهد ورود این شکارچی گردآورنده به کوه‌ها هستیم و سپس با گزاره سرو که به صورت سرو صحیح مطرح شده روبرو میشیم. در دوران مشی و مشیانه که بسیار سورئال هستش و نه در شاهنامه بلکه در متون دینی ازش فقط یاد شده، ارتباطشون در این متون مکررن با گیاهانی بیان میشه که همچون گیاه جاودانی هستن و به صورت مارپیچ رشد میکنن و خواهیم دید کاربری و مفهوم این گیاهان در ساحت آنتروپولوژی و ریچوال های شکارچی گردآورنده چی هستش و اینکه آیا اصلا منظور گیاه بوده و یا یک چیز دیگه که باید از اون گیاه ها برداشت کرد. و البته هیچ اشاره‌ای به آب و هوا هم نمیشه در دوران مشی، میشه فقط حد زد که آب و هوا خوب بوده که خب مشی رشد کرده. در دوران سیامک این شکارچی گردآورنده رو به اپختر یا آپختر یا شمالگان دارن حرکت میکنن یا مهاجرت میکنن، تک و تنها هستن توی دنیا، به یک سری افراد غریبه برخورد میکنن. برخی از این اعضای این غریبه ها برای سیامکی ها خبر میارن و خبرچینی دارن میکنن و در انتها هم این سیامکی ها توسط یک هیولا یا یک اهریمن سیاه کشته شده.
کشته شدن همشون، در حدی که به انقراض میرن. بعد در دوران فراواک که همچون مشی در متون دینی ازش فقط یاد شده و نه در شاهنامه، ما یک جغرافیای جاودانه و نامیرا و پایدار داریم به نام عدن که در متون قدسی سامی ادن خونده میشه. و اینکه این شکارچی گردآورنده شروع کردن به سخنگویی، همین، هیچ چیز دیگری از فراواک ما نداریم. توی دوران هوشنگ اینها آتش رو کشف کردن، در حالی که خب ما میدونیم که نه فقط انسان‌ها همیشه آتش رو در کنترل کامل خودشون داشتن، یعنی از موقعی که ایجاد شدن بگو حدود 250 الی 300 هزار سال پیش، بلکه از حدود 800 900 هزار سال پیش گونه حتی هومو ایرکتوس هم آتش رو کاملا در اختیار خودش داشته، در کنترل خودش داشته و خوب میشناخته آتش رو. حالا اینکه چرا در روایت هوشنگ باید از کلیدواژه کشف آتش و نه استفاده از آتش استفاده بشه رو دقیق بحث خواهیم کرد که اصلا دلیل بسیار مهم آنتروپولوژیک داره. اینها همچنین باده نوشیدن، نه در معنای مشروب، بلکه یعنی چیزی رو احتمالاً دست به دست میکردن و به هم میدادن میخوردن. هوشنگی از درون سنگ آهن استخراج میکنن و بعدش اره و تیشه ساختن باهاش که این احتمالاً استعاره از ساخت ابزارآلات باشه و ما شاهد انقلابی در ساخت ابزار کلاً در دوران هوشنگ هستیم. اینا گویا همچنین از منابع آبی برای پروسس کردن و تسهیل یک کاری استفاده کردن که عموماً به اشتباه ازش به عنوان کشاورزی آبیاری یاد شده. اونا از غلات نون درست کردن و این یعنی جمع‌آوری و کوبیدن غلات. پوست انواعی از پستانداران کوچک مثلا روباه، قاقم، سنجاب و سمور رو دباغی کردن و به طور کل در دوران هوشنگ یک انفجار تکنولوژی رخ داده و مهمه که ما آیا میتونیم این واقعه انفجار تکنولوژی رو در دوباره ساحت آنتروپولوژی پیدا بکنیم یا نه. در دوران تحمورس اینا گویا از پشم حیوانات رشتن و ریسیدن رو برای بار اول انجام دادن و گویی در ادامه سنت هوشنگی ها که غلات رو جمع‌آوری میکردن و میکوبیدن، اینا با جمع‌آوری گیاهان و جوشوندنشون برای خودشون غذا درست کردن و گویی شاهد ادامه این سنت کمابیش یکسان تا دوران جمشید هم هستیم. تحمورسی ها با سیاهگوش و یوز که به نظر من و منظور احتمالاً پلنگ بوده به شکار رفتن. شاهین و باز رو آموزش دادن. شاهد نواختن موسیقی هستیم. یک شخصیت شب زنده‌دار با تحمورس هست به نام شهراسپ که خواهیم دید این چی هستش و از یک موجودی سواری یا بارگی میگیرن. همچنین برخورد خشونتباری بین دو گروه یعنی تحمورسی‌ها و دیوها رخ داده و این دیوها که بسیار باسواد و هنرمندن همچون اماننامه در ازای زنده موندن به تحمورسی‌ها نزدیک 30 رسم الخط یاد میدن. و از متون دینی اینطور برمیاد که تحمورسی‌ها نه فقط به سمت نیمروز یعنی یا جنوبگان و یا شرق برای در امان ماندن از سرما و یخبندان فرار می‌کردن، بلکه بعداً در ناحیه امنشون به طور ممتد باران‌های گسترده می‌باریده. توی دوران جمشید ما شاهد افزایش لگاریتمی و شدید جمعیت‌ها هستیم. اینا در راستای کوه‌های بلند همراه با رمه‌هاشون و سگ‌هاشون به سوی نیمروز که دوباره میتونه یا شرق باشه و یا جنوب حرکت کردن، این مهاجرت کردن. بعد اینا دریانوردی میکنن، با بومی‌های یک منطقه برخورد میکنن، یعنی گویی با سرخپوستان یک ناحیه یا ابوریجین‌های یک ناحیه برخورد میکنن، پخت نان میکنن، به طور حرفه‌ای تار و پود رو ابداع کردن که باهاش حصیر و حتی پارچه میشه تولید کرد و این رفتار دوباره در ادامه رفتار تحمورسی‌ها یعنی رشتن و ریسیدن هستش. سنگ و جواهراتی رو از دل سنگ استخراج کردن. بعد به یک باره یک عصر یخبندانی رخ داده که در قالب دیو ملکوس کدگذاری شده و اینا برای فرار از یخبندان
شهرهای زیرزمینی رو نقب زدن به نام ور جمکرد گفته میشه. و وقتی در پایان عصر یخبندان از زیر زمین اومدن بیرون، بومیان اون منطقه یا حالا نیتیو ها، ابوریجین ها یا سرخپوستان و منطقه گویی یک کاخ هندسی شکل رو ساختن. در همون اثنا همچون دوران هوشنگ یک انفجار تکنولوژی دوباره رخ داده. ما شاهد شکل گیری 4 قشر هستیم: قشر موبدان، صنعتگران، کشاورزان و جنگاوران که گویی نیروهای ویژه‌شون بودن و ما خیلی روشن میدونیم که این 4 قشر وجود داشتن که در جزئیات بی سابقه اینا رو با هم بررسی خواهیم کرد در ساحت دوباره آنتروپولوژی. بعد جمشید اره میشه که با بررسی‌های من به واسطه چرخه‌های میلنکوویچ ما شاهد رخداد شرایط اقلیمی بسیار بدی بودیم که منجر به مهاجرت‌های گسترده و فروپاشی این جوامع شکارچی گردآورنده شده. اینطور گفته میشه که جمشیدی‌ها گوشتخوار شدن، در حالی که ما با هم بررسی خواهیم کرد که چرا احتمالاً این یک بیان استعاری از چیز دیگری بوده. اینها از اقلام خوشبو مثلا مشک، عنبر، زعفرون، بیدمشک، گلاب، عود و کافور استفاده کردن. اینا دارن از موادی احتمالاً گیاهی استفاده میکنن که خاصیت صابون سازی یا همون سپونیفیکیشن داره. اینا دانش کار با زنبور عسل رو پیدا کردن برای در واقع تولید عسل. و در پایان جمشیدی ها در جام شراب انگور میخورن که جام هم مهمه چون حاکی از یا سفالگری و یا کوزه‌گری داره. و با هم بررسی خواهیم کرد که آیا واقعا منظور متن از شراب انگور هست یا چیز دیگه. یعنی این تاریخچه رو با هم باید بررسی بکنیم. و نکته عجیب اینه که تازه پس از اره شدن جمشید برخی از فانکشن های جمشید در ساحت آنتروپولوژی تازه به وقوع میپیوندن. مثلا قضیه عسل، شراب و جام سفالین. و من این زمان پریشی یا آناکرونیزم آنتروپولوژیک رو که در متن شاهنامه رخ داده رو هم به دقت در جزئیات مرور خواهم کرد.